قدم هر کدامتان هر نفرتان با کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. با کمال احترام و نشست مطبوعاتی را شده اعلام بگویم شناس میکنم در مهمانی ما از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم علیزاده بزرگدین بهش بزرگدارم. خوش آمدید. من سعید نوریدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد جمهوری تاجیکستان هستم. در پهلوی چپ من معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رستم زاده دلافروز بزرگدارم. خوش آمدید شما. در پهلوی این کس علیزاده سهراب معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید. همچنین در صحبت این روزه دیرکتور مرکز تکنیکی نزدیک شبکه یکم تلویزیون وجود دارند. دیرکتوران شبکه های تلویزیونی همه شما میشناسین، ضروری است من نامشون نمیرم. دیرکتور رادیو تاجیکستان و دیرکتوران شبکه های رادیو اینجا حضور دارند. همچنین اینجا حضور دارند. در جواب به سوالهای شما مناپولیا کردنی نیستم. چطوری میگن سخن از زبان لقما خوش است. من میخواهم که بعضی از سوالها وابسته به مضمون و محتوایش، وابسته به خاراکتر سوال، رئیس کمیته، معاون رئیس کمیته اگر سخت زوری ما نرسید علیزاده فریدون من نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دیرکتورهای شبکه ها، سردارای ریاست، مدیرای شعبه، رهبرای بخش‌ها و سوالهای شما جواب میگویم. کاری دست جوانه است. خب محترم نمایندگان راستای اخباری من بسیار میخواهم که اول میبینیم همچنین با تیکو که من سالهایی در وزارت مالی میبخشید با یونیسف میبخشید که سالهایی در وزارت مالی کار کردن همکاری داشتیم. جهتی برای تلویزیون بهاریستان برای کودکان آماده کردن 100 سری فیلم صندوقچه زولبیا 52 فیلم گرفته شده است. متاسفانه 4-5 سال اخیر همین با فراموشی رفت. 48 سری دیگه مانده است. به موافقت رسیدیم، کار کرده ایستادیم، معلقه سریال نویسا رو پیدا کردیم، انیماتور با یعنی نفرانی که فیلم کودکانه میگیرن ما تیار کردیم. پیشتر آنها هستن و آنها در رابطه هستیم. ما گمان میکنیم که با واسطه شبکه خودیبای شبکه بهاریستان این 48 فیلم باقی مانده رو برای کودکان ما حتما میگیریم. از کودکای سینی باغچه میدان صد تا صنف 4 تا زینه ابتدایی را صنف 1 و 2 صنف 4 هم هست. ما بالای این هم کار کرده ایستادیم. اینو از خبرگزاری از پلیس سوال من چنین بود که در همین نیم ساله اول چند نفر برای گشودن تلویزیون نو درخواست پیشنهاد کرد و شما عریضه پیشنهاد کرد و چند حالت همین را شما قبول کردین و چند حالت رد کردین و سببای رد کردنتون چی هستن اگر باشن میخواد و در داخل همین باز حالت یک سوال فقط اجازه بدید ما بسیار و همین هر مسئله سوال بازرسی دولتی عمل میکند که هر یک مکتوبی که جهت گشودن شبکه‌های تلویزیونی مراجعه می‌شود اینا میروند بعضی مدیر تکنیکی بعضی کادری حالت موجودیت چطور می‌آموزند ببینند
یا اجازت میتین یا رد میکنن. من حاضر پاسخ شما دیرکتری بازرسی دولتی نظارت در ساحه تلویزیون و رادیو محترم کریمزاده تاج‌الدین جواب میده. برابر. در طی سال 2024 11 مراجعه شده بود در این 5 تا تلویزیون با استودیو استیشن مسئولیت رادیویی و دو رادیو همه این به رسمیت درآورده شده. یگان تشکر طرح شده که نیست اما به رسمیت درآورده شده. برنامه‌هایشان فعالیتشان مورد امروز قرار داده می‌شود. سپس نقشه چهاربینی‌ها ساخته می‌شود. یک نسخه نقشه چهاربینی در دست این شبکه‌ها داده می‌شود. یک نسخه در نزد بازرسی و یک نسخه در نزد کمیته نگاه داشته می‌شود و همه کمبودی‌هایی که دارند ایشان باید دوره به دوره برطرف کنند. حاضر مادامی که سوال داده از پیلوس یک پرابلم اساسی همین است که شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی غیر دولتی جهتی از تکمیل اختصاص گذراندن کارمندانشان بعضا با سهلانکاری راه می‌دهند. بنابراین ما این مسئله را بسیار جدی دقت می‌دهیم و به هر کدامش که لیسانس میگیرد در اینجا در مشاوره صحبت میکنیم و میگوییم که بین ما و شما مرحمت شرطنامه میشود، شما از بایگانی ما استفاده بکنید. یعنی در ما بایگانی و بسیار از هنرمندان هنرنمایی کردگی هستند، فیلم های بسیار دیگر هم برای رادیو هم برای تلویزیون است و ما از ایشان برای این کار مبلغ طلب نمیکنیم. ما با آنها میخواهیم رایگان خدمت رسانی کنیم، چون کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست دولت در ساحه اطلاعات خصوصا اطلاعات تلویزیون و رادیو تطبیق میکند. مقصد ما همین است که فضای اطلاعاتی کشور با موادهای ضروری، با موادهایی که سیاست دولت رو پیش میبرد تطبیق میکند برای تامین کرده شود. چون ما آگاهیم تنها تلویزیون ورزش در بعضی حالتها تا 14-15 ساعت هم برنامه مستقیم دارد. مثلا اگر وقتی که چمپیونات باشد تا 14-15، ولی چنین امکانات رو دیگر تلویزیون ندارن یا که نیست برنامه مستقیم، قریب که نمیبینیم در دیگر تلویزیون ها. همه جشن مراسم با برگزار می‌شود. نو بس از این هفته یک مرتبه ما برنامه می‌کنیم پخش مستقیم. مدت 6 ماه می‌شود این چیز ادامه دارد در تلویزیون تاجیکستان. تنها در رفع جشن نوروز بین‌المللی 16 ساعت ما پخش مستقیم گذراندیم و در دیگر جشن‌ها برای بودن شد. کنفرانس ها این سطح بین المللی و جمهوری نیست، پورا مستقیما این پاسخ خود را میبرد. همین خاطر ما هست در تلویزیون تویسا برای بودن. یکم مشکلات تکنیکی و ایجادی در این سمت نداریم. برعکس امکانیاتمون خوبتر و بهتر شده است روز تا روز. ما اقتدار داریم که در دل خواه و حالت پخش مستقیم رو برای بودن. تلویزیون و رادیو چین اینطور شده است درباره همین یادداشت تفاهمی کمتر معلومات بیشتر می‌دهید و غیر از تجربه آموزی چی کارها در همین دوره همین یادداشت مواد ویدیویی یا اینکه آودیویی وابسته به سمت‌های فرهنگی، سیاحی و دستاوردهای در علوم صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در بر می‌گیرد و به نزدیکی یک گروه کلان هم پایان ما از جمهوری مردمی چین و تاجیکستان تشریف آوردن، گروه کلان ژورنالیستان و آنها در دوره سفر خود از مغزهای تاریخی از انشاءات معاصری که در شهر دوشنبه و دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان طی سالهای اخیر به قامت افروختند و افتخار دولت ما نیز هستند، از مثلا بنیادی اونها درباره اونها موادها تهیه کردند و
این موضوع طریق شبکه‌های معمول و مشهور چین تبلیغ کرده می شود و این یکی از سمت‌های یا اینکه وسیله‌های ترغیب پتانسیل سیاحی جمهوری تاجیکستان به شما می رود. سوال دیگر نداشته باشه برای حضورتان در نشست مطبوعاتی کمیته تلویزیون و رادیوی نظم حکومت جمهوری تاجیکستان با همه شما اظهار مینتداری و تشکر می‌نماییم و ما همه وقت با شما همکار هستیم. وابسته از همین نشست مطبوعاتی هر سوالی که دارید در این کمیته برای هر کدام شما شده است مراجعه کنید. ما همکار هستیم شما. ما حرکت میکنیم به شما اطلاعاتیم و از شما اطلاعات گیریم چون اطلاعات چیزی مهمه у кого информация, то сохранить Уинстон Черчилль мегад русичка говорит, дайте мне информацию, я владею миром. Ба ман иттилоотиет, ман оламро идора мекунам мегад. Ва ин бисёр дуруст аст. барои ҳамин ба ҳамаи шумо изҳори миннатдорӣ ва ташаккур.